دورافتاده ترین جزیره زمین کجاست؟ کریستیان دا کونا دورافتاده ترین جزیره دنیاست که در وسط اقیانوس اطلس قرار دارد. نزدیکترین سکونتگاه به اینجا جزیره سنت هلنا با 2000 کیلومتر فاصله و دومین سکونتگاه نزدیک شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی با 2400 کیلومتر فاصله از این جزیره قرار دارد. امروزه این جزیره قلمرو برون مرزی بریتانیا است و با کوچ کردن 8 مرد و 7 زن به یک جزیره و مکان مسکونی تبدیل شده است. این جزیره با جمعیت 275 نفری یکی از منزوی ترین مکان‌های مسکونی در جهان است. دسترسی به این مکان خیلی سخت، چون فرودگاهی در این جزیره وجود ندارد و حمل و نقل با دنیای خارج به ندرت تنها از طریق یک بندر کوچک در جزیره توسط گایگ انجام می‌شود و گایگ‌های ماهیگیری تنها از آفریقای جنوبی 8 یا 9 بار در سال میآیند و هر سفر اقیانوسی 6 روز طول می‌کشد. مردم جزیره به قدری تنها هستند که زمین‌های لازم را به صورت رایگان در اختیار افرادی از دنیای بیرون برای ساختن خانه قرار می‌دهند.